موفقیت یک مقصد نیست، یک مسیر بی پایانه. مسیر رشد، تلاش، شکست، ایستادگی و دوباره برخاستن. هیچ کس از اول موفق نبوده. هیچ کس با اعتماد به نفس کامل به دنیا نیومده. همه آدم‌های موفق روزی در نقطه‌ای بودن که تو الان هستی. پر از تردید، پر از ترس، پر از سوال. اما فرقشون با بقیه این بود. اونا تسلیم نشدن. وقتی زمین خوردن، بلند شدن. وقتی همه گفتن نمیتونی، اونا گفتن ببینید که میتونم. موفقیت یعنی هر روز، حتی وقتی خسته‌ای، یه قدم کوچیک برداری. یعنی بدونی که راه طولانیه، اما تو قوی تری. یعنی باور کنی که لایق بهترین هایی. یعنی بدونی که هیچ کس نمیتونه جلوی کسی رو بگیره که تصمیم گرفته موفق بشه. به خودت شک نکن. تو همون کسی هستی که میتونه دنیاش رو عوض کنه. تو همون کسی هستی که میتونه الهام بخش بقیه باشه. فقط کافیه شروع کنی. نه فردا، نه هفته بعد. همین حالا. یادت باشه، موفقیت از آسمون نمیافته. موفقیت جایزه آدم‌هاییه که هر روز، حتی وقتی حالشون خوب نیست، ادامه میدن. آدم‌هایی که به جای بهانه حرکت پیدا میکنن. پس اگه دنبال تغییری، اگه دنبال موفقیتی، از همین لحظه شروع کن. باور کن، حرکت کن و هر روز یک قدم نزدیکتر شو به رؤیاهات. تو میتونی، تو باید و تو خواهی توانست.